دنیا. پیامبر میگه هرگاه خدا به کدام نیکی بیاره همیشه در مشکلات ها رو پرود میکنه. ولی ممکن که ما این چیزا یگان کس در یگان غم و آفت مبتلا شود همین چیزا یک چیزی بد بشماریم. نه، پیامبر میگه الله اگر به تو خیر بخواه مشکلات بالات میاره. همین پیامبرا رو ببینید کدام روزی همین روزی خیر بود، کدام روزی همین روزی راحت بود. هیچگاه یک پیغمبر نازنینه که میگه در شب اگر میشی در خانه بی لمپچه سوزن نمیافتی. این کن نورانی بود، در بالاش یک شکمبه پری نجاست شور آورده گذاشته. اذیتی روید. 70 آیشه مادر رو نگه دیگه کراس میکردیم. یگان چیزا گفت پزیم همسایه یهودی که داشتیم میامدن مش نجاست در درون دیگ ما میپختن. روزی خوب نداشتم برادران، لیکن شکرگزار بودم.